اولین اذان گوینده کیست؟ اولین اذان گوینده تاریخ نوشته میکنه که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه است. اسلام چی یک دین زیباست. این نمیگه که حضرت بلال غلام هست. این نمیگه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که حضرت بلال جوانی و زیبایی نداره، بلکه در اسلام کسی که به پروردگار بسیار قریب بود، نزدیک بود، این است که قومش چطور هست، از کدام زبان است، از کدام مملکت هست، چه رقم زیبایی داره، جوانی داره نداره، این گپا نیست. چقدر عزت داده پروردگار به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه از خاطر دین مبین اسلام. از خاطر اسلام ابو جهل سردار قوم بود، سردار بود در عرب. ببین در خانه تشنابا جوره ساجی صاحبا رفتن نه 3000 تشناب در مخانه در جای خانه ابو جهل جوره 3000 تشناب. و امروز در عرب عجم در تمام ممالک اسلامی ببینی 5 مسجد به بعد یک مسجد خاص دیدی که نامش سرشمانه مسجد حضرت بلال. مسجد حضرت عزت کی داد به حضرت بلال؟ پروردگار عزت داد از سبب اسلام. سرخانی سردار قوم، بادشاہ، امیر، یک کلانکار و مغرور، سرمایه‌دار، قومدار در خانه از تشنابا جور میشه. علی هم یاد میشه مردم سرش لعنت میگن. و در خانه حضرت بلال غلام سیاه چهره و جایی که مقدسترین مکان است در روی دنیا که مسجد هست، به افتخار نام مسجد چی میمانن مردم؟ مسجد حضرت بلال. چقدر زیباست این منزلت، این قدر، این عزت. یک حدیث می آیا حتی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حق بلال چی میگه؟ بلال سیدنا، بلال سید ما هست، سردار ما هست. بلال سیاه چهره چی هست؟ بسیار محبت داشت. نعره تکبیر. در محبت یزی می آیا زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات میکنه و حضرت بلال رضی الله تعالی هیچ طاقتش نمیاد مدینه منوره، هیچ. پیشنهاد کرد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مرا رخصت کو زمین مدینه منوره که برم. ابوبکر صدیق سے بھی اجازه نداد، گفت نیتا که ما هستم باش برو سیست. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که دور خلافتش خلاص شد، وفات شد. در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بر یزو عریضه نوشته کرد، پیشنهاد کرد که مرا در گروه های جهادی طرف شام یک طرف روان کو دور برم. ما بسیار اصرار کرد، عمر سے بھی اجازه داد، رفت. یک وقت شام تاریخ نوشته میکنه که عمر رضی الله تعالی عنه سفر داره. 52 ممالک در زمان عمر فاروق رضی الله عنه تحت تسلط مسلمانان و صحابه کرام آمده بود. یک دوره داشت تو میگشت، یک جای رسید در شام که صحابه و تابعین و ای جوانا کلشانی مسلمانا ای تو به استقبال عمر سے استاد هستند. در کنج دید عمر صاحب که حضرت بلال هم استاد است. از اسب پایین شد، دویده دویده پیش بلال آمد. گو پیامبر ما یاد دارم که رسول الله مبارک گفته بود که بلال سیدنا، بلال چیست؟ سردار ما هست. تو مؤذن پیامبر، تو را دوست داشت پیامبر علیه السلام و تو در استقبال ما ایستاد هستی. بالاخره یک شب خواب میبینه بلال صاحب، خواب میبینه. در خوابش پیامبر علیه السلام برش میگه که بلال بسیار بی وفا بودی که زمین مدینه رفتی باز نامدی به ملاقات ما، بی وفاستی. بلال صاحب همی صبح که از خواب میخیزه دویده دویده به مدینه خود میرسانه، به مدینه منوره. در روایات میں که سر قبر اطهر، سر روضه رسول الله مبارک دمی خاک روی و سینه خود میمالید، روی و سینه خود. یک محبت داشت. عید شب معراج که پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم به جنت ها سفر کرد، باز میگه در مجلس صحابه میگه بلال چی عمل داری تو؟ در جنت که میرفتم پیش از خود صدای
شرفه پای میگن، شرفه چبلق و شرفه پای تو رو میشنیدم. فرسان کردم یکی از، گفتن بلال است. پیش پیش در جنت شرفه پای تو میشنیدم. چی عمل داری؟ چی کار میکنی تو؟ گفت هرگاه که وضو بگیرم 1-2 رکعت نماز میخوانم، یه عادت ما هست. به هر حال بلال یک درجه و مقامی که پروردگار ورش میتا رضی الله تعالی عنه از برکت محبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، از روی برکت عزت و احترام و محبت دینی که داره، محبتی که با الله داره، الله برش اینقدر عزت میتا. به هر حال بلال سیدنا رسول الله مبارک میگه سردار ما هست، سردار ما هست. این دین مقدس اسلام است. ایره نمیگه که قوارش چطور است، شکلش چطور است، پولدار هست یعنی است. نه 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 نه، این دین اسلام هست که کسی با دین زیاد تعلق داره او سردار ما هست. پس اولین مؤذن رسول الله علیه السلام در سفر و حضر، در سفر و حضر که با رسول الله مبارک می بود، اذان وظیفه حضرت بلال بود. این مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بسیار فدایی انسان، بسیار قربانی ها در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم داده.